گداریا رادیو ریت تزش موسکوی دکن. سلاف او دمو بخیر گدارین دلال. رادیو ریت تزه اند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانی. مالپر ریت تزه نقطه کم. ایرو شمی 8 نیسانیه. گداریا دنگو باستن گرینگ ین به هفته بکن. روز اینی ساعت 8 دم واشنگتن ارتش آمریکای دست بیریش که موشکی بوسر ارتش سوریه کرد. دوی یریشی دهین آرمانجین دیار کرد یل نافخاک سوریه موشکین ین بالیستیک ین توماهاف کاتن هدف گرتن. الگوری CNN ارتش آمریکای شهر دو گمین وی سپورتر وی روس شپینجی حتی نشست موشکین توماهاف وبیتن بنگه عزمانی یا الشهری یا الپرزگای حمسی سوریه. سروی یریشی سروکی آمریکای دونالد ترامپ جی دخیانیک دا دونالد ترامپ جب صدام یریشی کر اوراقیان. اسات بچکن کیمی یریشی جن زاروک و ولاتین بگونه کر و دبی یریشی دا زاروک و درگوش بونه قربانی. سروکی آمریکا رو دا کوچک سوری هیلن سور درباز کریه و انجام کریارین سوری دا کریزا کوچپران درکتن دایش و گفین جیانی چه بونه. ترامپ بانگ ولاتین جیانی و ولیگرن آشتیجی کر کوپشگری آمریکایی بکن. گوری زانیاری حکومت سوریه دنجام و یریش دا 14 بالافرین سیخویین سوری هات نجنابرن و هروا 6 لشکرین ارتش سوری هات دکشتن که یک جوان جنرال بود. بدف که پنتاگون جیم دیویس جیراکیان کد یریش دا بالافر و انباره کی چکان هروا انبارین آمورین بالافرین شهرین سوری بیه آرمانجا موشکین آمریکای. دیویس گفت که تمن دمیدا سیستم برونی و راداری یالوی بالافر خانایشی هاتی اجناب برن. بدف که پنتاگونی راکیان که اشکریه استل خان شخون گاز ساریم کارانیه و یریش وانجی و که برسی و کیمیا بارانی بیه. وزیر دروی آمریکای ریکس تیلر سورجی دیار کرد که ندواری دم و نجی اوی یریش دا آوایی حکومت روسیه و سروکی ولادی ولادیمیر پوتین نهاتی آگادار کردند. پشت یریش موشکی آمریکا یا سر روسی دخواست جوین لزگین یا جوات اولکاری نو دولتی کرد. پشتی که آمریکا شویدن به موشکین کروز ین بالیستیک ین توماهاف یریشی بنگر ازمانی یا الشریفی یا الپرزگاه حمس یا سوری کردن. روسیه یکمین هلوست خانیشان دا. سروکی دست اولکاری و بروانی یا جوات روسیه ویکتور اوزروجی آژانس ریا نوستی را گیاند که یریش آمریکا یا سر یریش که لمبر اندومیان توان یگرتیه اوزروف اشکره کرد کوش بگوتو بیشکرنا برفشی روسیا دی بانگا لزگین جوات ولکاریا نتوان یگرتی را بکه او گوت روسیا دی همو دانستاندن لشکری ین سوری گل آمریکای قد بکه جالیدن و نونری روسیای نتوان یگرتی ولادیمیر سافرونکوف جیراگیان کد انجام نرینی ارتش آمریکایی یا سر سوری هبن. روسیا و ایرانیش با یریش آمریکا پیمانین شرمزار کرنه و شاندن. سروکی روسی ولادیمیر پوتین در سر یریش آمریکا دجی سوری گفت که ابیریش دجی نتوین ین سردسته اول بن فکرنا حقوق نونتویه. السروی یریش سروکی آمریکا دونالد ترامپ جی گفت من فرمان یریش که وصل دجی انبارین چکین سوری دا. او کارش بو پاراستان برجوادین آمریکا و پیمانین مل دوریه دا که پیشیل یریشین کیمیایی ورگتن. پشت یریش آمریکای یا سربنگه که ازمانی یا سوریه، ترکیه، بریتانیا، اسرائیل، عربستان سعودی و استرالیا جی پشگری دانه آمریکای. تریجایا دنگو باسین کردستانی. شانده هفبش یا بدکی و یینکی و ننرتی سروکاتی هریم کردستانی سردن بغدای کرن و درباره انجامدن رفرندومی و سرخابون الگل آلین ایراقی جویان هات را گیاندن که هبلیر و بغداش جیب کرنا رپیویستین ماده سچلی یا دستور ایراقی را هم رمانن. شانده که هریم کردستانی کش دو اندامین پارتی دموکرات کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی و سروک دیوان سروکاتی هریم کردستانی فواد حسین پیکاتیش بگودو بشکرنا مجارین رفرندوم سرخابون کردستانی و هلدان آل کردستان الکرکوکی 5 نیسان سردانا بغدای کرد. شاند نابوری بغدای هر یک بجداب سرک وزیر عراق حیدر عبادی، سرک کمر فؤاد معصوم، سرک پارلمانتوی عراق سلیم جبوری و نونرین تفگرا صادر جویان. اوفیس سرک وزیر عراق بداخلی که نویست عراق گیاند کد جوین حیدر عبادی و شاند هریم کردستان دا آلیل هوات نکو پیمان دیالوگی بمینن اجبارم کردن رفشه حل بدن. الگوری داخلی هر وان بحث خالن هبش و پیکانین و دستوری کردنه که یکتیا عراقی و بهور اجیان بپارزن و نهیلن که آلوزی جدا درکبن و زیادتر بری خوب بدن شهر دجیدایشه. دبشه که دنیا داخلی دا هات دست نشان کردن که او سرمایه سچلی رکفتن و دی هر دو آلیجش با پاراستن یک پرچه عراقی کار بکن و پشتی هریم دست دایش دا هاتن کنترل کردن سرجماری به پیکانین. روز یک شمی دو دنیستانی هر دو پولیتگریون پدکه و یینکل هفلیری سرکاتی و مسعود بارزانی جویابون و سرچکن دشاندن هفبش با سردان کردن بغدای و آلین سیاسی کردستانی بریارد
وابون السر همون بنگه شندکه بش یا پدکه او یینکه سردن یگرتی اسلامی کردستانی پارتی شیوعی کردستانی کمونیست او کمله اسلامی کردستانی کرد. الگوری چفکانی پیشسازی شرکت روسنیفت دست پیکوی میدا دست کارکنان یکمین باری پترول کردستانی دکه و پترولی ودگیزه پرزگین اروپای به وی پینگوی روسنیفت به یکمین شرکت پترولی که راست پترول هریم کردستانی دکره بریانه ها پترول هریم کردستانی تنی بریا کمپانی بازرگانی پترول و دهات فروتن لی بریکفتن لگل کمپانی روسنیفت را رفت گویره الگوری وزارت سامان سروشتی وی ریکفتن بازاران دا باوریا پترول کردستانی زیده دبه بریاره دسپیکو وی مهیدا پترول کردستانیش بندر جهان یا ترکی وگویزه ایتالی و جورجی وگویزه پرزونگی روسنیفتی ین آلمانیای پشتی که گریبستول گل کمپانی بی پی سال در بازبوی بداوی بو نوع شرکت پیوستین پترول ین پرزونگین اروپایی دا بیندگه روز 21 سبات 2017 کنفرانس نافدولتی یا هفته پترول یا لندن دا دنوبر حکمت هریم کردستانی و شرکت روسنیفتی یا حکمت روسیه دا پیامک هات امضا کردن الگوری وی دی شرکت روسنیفتی 3 سالان 2017 2018 و 2019 دی پترول کردستانی بکره دی دیروک پترول کردستانی دا یکمین جوره که شرکت که نافدولتی یه پترولی کد پیشسازی پترول جهانی دا خودان پیگه که بهیزه ریکفتنه که دمدریش گل هریم کردستانی امضا دکه روسنفت سال 2013 دا بو مزنترین شرکت پترولی یا جهانی در سال 2014 دا داتا وی یا سالانه 91.72 میلیارد دلار بو و تنه دا 4 ماه سال 2014 دا قازانجوی 1.9 میلیارد دلار بیه شنده که بلند یا آمریکای که شیربندی ارتش آمریکای جوزف دونفورد و زوا و شیرمند دونالد ترامپ سروکی آمریکای جیرد کوشتر و چند رایدرین دمپک داد سین سانی گیشت هریم کردستانی شنده آمریکای الهولی سروکتی هریم کردستانی مسعود برزانی سرک وزیر هریم کردستانی نیجیروان برزانی جگری سرک وزیر کردستانی قبات طالبانی و شیرمند انجمن آسایش هریم کردستانی مسعود برزانی جویا دشنده آمریکای در وا فرماندهای هیزن هفپیمانیا نافدولتی ایران و سوری ستیفن تومسن شیرمند پیشکفت یه شیرمند آسایش اجتماعی یا آمریکا توم بوسرت و بایلوزی آمریکا یل بغدای دوگلاس سلیمان آمده بون شاند پل بلند یا آمریکا بری به سردنو که گیشته بو عراق و بغدای سرک وزیر عراق حیدر عبادی را جویا بون هات زانین که میری ازدیان میر تفسیم بک سکرتاری گیشت یه نتوان یگرتی آنتونیوس گوتیرس خواستی شنگول به پارزگی و گریدوی هریم کردستانی به سکرتاری گیشت یه نتوان یگرتی آنتونیو گوتیرس که هفتیو بوری لحولی بسرک بازانی را هفدیدن کربو پشتی وی هفدیدن جب شانده که کردن ازیدی را رونشت درقا وی جوینی دا پارلمنتاری ازدی و اندام وی شانده شخشم وش باسنیوسی را گود گوتیرس گرمی گداری مکر و مچ جیرات گوت منو سرک بازانی بحث کریه شخشم وروا گوت ما بسا کریزا کش برهبونو بکیل شنگولی درکتیه سکرتاری گیشتی یه نتوان یگرتی را کر وی دیسا گوت که سرک بازانی را بحثا بی مجاری کریه و دو زانین که دنابر بازانی و عبادی دا سروی مجاری و مجاری دن گوتو بیشات نکرن شخشم و آنیزمان که آنتونی گوتی رو جوان را گوتیه که کردن ازیدی جد کارن مینا شیعان دخوازی خواه بکن راپورت تک بدن بازانی دا کب عبادی را سروان مجار و گوتو بیش بکن شخشم و اشکره کر که سکرتاری گیشتی یه نتوان یگرتی جوان را گوتیه سر پیشنیار بریتانیا لیراقی دادگاه برنگه که ناف دولتی دبو جنوسید ناساندن توان دایشی یجین که درقا ازدیدا کرنه وره آوا کرن شخشم و داخیا کرن که امیری ازدیان میر تفسیم بگش گوتی رسرا گوتیه که یا باشتر اوه که شنگال به پارزگاه و گریدای هریم کردستانی به فرمانده این پشمرگه بیشتر که به صدان چکداری نزدی شپکیکی به قطیان و تول پشمرگه بونه فرمانده پیشمرگل شنگال هاشم سیتایی را گیاند افچکدارین کش پکیکی و دقیقتن پرورده سربازی دبینن و نوی وان وک پیشمرگل دی تومار کرن حتی نها در دورا 65 چکدارین زیدی پکیکی و قطیان و بونه پیشمرگل انجمن پارزگاه کرکوک سشم 4 نیسان جوین خواهی آسایی دا بریارا درخواستن رفرندوم دیار کرنا جارانویس ستاتو کرکوک پسند کرد
الگوری و بریاری دید ریفرندومی داشت خلق کرکوکی واره پرسین که گلو افدخوازن بیراقی را بمینن یان بچن سر هریم کردستانی. خلق کرکوکی دید وی ریفرندومی دا قدر خواه استاتوی وی پرزگاه دیار بکن. لنبر وی بریار انجمان پرزگاه کرکوکی وزارت دربایا ترکی دخینی که برتک نشان دا. وزارت دربایا ترکیه سروی مجاری دخینی که خود را گیاند که بریار درخواستن ریفرندوم کرکوکی بریار که یکوالی او مترسی داره. دخینی دو تیگوتن اف پینگاوه که پر مترسی داره و بتا شبه که رواتیا وینینه اف پینگاوه که یکوالی شرمزار دکن. ترکمن مسیحی و عربین کرکوکی التاقا عرفه آل کردستان بلند کرن و دیار کرن که هیزین پیشمرگه افجیریش و گفا دایشی پاراستنه و وان جیان خود بن آلای کردستان دا بارامی بریوا بریه که هات را گیاندن که خلق کرکوکی یه ترکمن کریستیان و عرب بشگری بلند کرن آل کردستان الاوائین فرمیده کن و بشکش بکاتاین پارزگه قادا تاقا عرفه آل کردستان بلند کرن یکش گرگری عرب یه تاقا عرفه جوداوی را واق گفت اف آل سیمبول هفگرتنا کرد عرب ترکمن و خریستیانانه اف آل سیمبول پیشمرگنج با پارستان کرکوکی شهید بونه و پجراندن زیادتر 4 میلیون کوچبرین عرب کرکوکی و هریم کردستانیه دبن وی آلای دا آرامی بکاتیه لف مال کرکوکی و هریم کردستانی بلند کرنا و وی آلای موفق روایه همون کسی درباره بریار پارلمانتوی ایراقی داشتی گفت پارلمانتوی ایراقی خواب وی مجاری و مجرول دکه و کریزی دادخه دا کشتر دایشی و پرزگری که کوچبران بدنش بیر کردن. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان سربلند کردن آل کردستان کرکوکی گف خور و رگیان دوی دم دست آل کردستان کرکوکی بینن خور. سرکومری ترکیه هفتیا بوریل باجار زنگولداک چرچوای کامپانین اری ینش بو ریفرندوم 16 نیسان الوی والاتی دا آخافتنک پیشکش کرد و گفت باجار کرکوکی تلی باجار که کردنینه بلکه باجار که کردی عربی و ترکمنیه. اردوغان دیار کرد بلند کردن آل دیام کرکوکی بهمو آوایه که شاشه. هر وها اردوغان بانک رکبت هریم کردستان کرد و آل کردستان کرکوکی بینه خوری و گفا بی یکی خور کرده بردیلا بی یکی گرام به. سرکومری ترکیه به دوامی آخافتن خدا دیار کرد که اگر آل کردستان کرکوکی نین خوری دی باجا بی یکی گل گرام به و پیوندی نوبر هفلیر و انقره تک بچن. رجب طیب اردوغان دیار کرد جبو که پیوندی نوبر هر دو آلیان دا پاش و نچن افدخوازن که دم دست آل کردستان کرکوکی بینن خوری. سرک وزیر عراقی و که برتک لنبر دخینین ایران و ترکیه سرمجارا هلدان آل کردستان کرکوکی را گیاند. اف تو آوایی رینادن دستوردان بیانی یند نو کاروباری نبخوی ین عراقی دا. ابادی هروا گود که وی دا خواست ریببریا کرکوکی کریه که آل کردستان بینن خواره. انجمان وزیران یا عراقی سشمی 4 نیسانی جوین خواهی اصایب سرکتی سرک وزیر ایدار ابادی داری خست. پشتی بداویاتنا جوینی سرک وزیر عراقی ایدار ابادی کنفرانس که روزنامه‌نگاری پیکانی و تدال سرمجارا بلند کردن آل کردستان کرکوکی آخوی ایدار ابادی دا خواست ریببریا خاجی یا کرکوکی و پرزگاه کرکوکی نچمدین کریم کرد که آل کردستانی بینخواری و رزیل مادین دستوری بگرن و بریارن یکالی ندن. هیدار عبادی دستیشان کرد که بریارا ریببریا کرکوکی یا درباره هلدان آل کردستانی بریاره که یکالی و پیکاتاین دن ین سرکه ین وی پرزگاه دوی بریاره دا بجدار نبونه. بشه که دن یا بی کنفرانس روزنامه‌نگاری دا سرک وزیر عراقی درباره دستبردان و برتکین ولات جینار لنبر بلند کردن آل کردستان عراقی دا جی آخوی و تکس کرد که اف رینادن تکس و آلی خود تل کاروباری نبخوایی عراقی بکه. پرسا کد ریفرندوم سرخابون هریم کردستانی دیش گل کردستانی واره پرسین اشکره دبه. سکردایی که کردستانی جید بیشه ریفرندوم پیوستی بریاره پارلمانتوی نینه حکمت کاره و یکی بکه. ادامی پولیت بیرو پدکه هوشیار زباری پشت جیبین یا ینکه و پدکه سر ریفرندومیش تلویزیون کردستان بیشتر آخوی و گود. انجام دادن ریفرندومی حسانه نکاره که زحمت و پیوستی بی یکی نینه پارلمانتو بریار بده. حکمت جید کاره بی بریاری بده. هوشیار زباری هر وا گود پشت ریفرندومی یکسر سرخابون نای را گیاندن جبر که قناق را گیاندن سرخابونی پیوستی با متکارین زده تره. آلیکاری سروی هریم کردستانی همین هفرامیجی سر ریفرندومی سر روپیل خواهی تویتری گوتیه. ریفرندومی داده پرسک جگل کردستانی واره کرن. گل تو سرخابون کردستانی دخوازی و برسی و ویجی اری یا نایه. بریانها اندامی پولیت بیرو پدکی هوشیار زباری گوته بو. بریار هاتیه داین ایسان ریفرندوم بکرن.
شیورمند دیوان شاه عربستان سعودی اشکره کرد که شاه عربستان سعودی شاه سلمان پشتوانی سرخوبون کردستانیه. گور نوچه مالپرکیهان العربی شیورمند دیوان شاه عربستان سعودی عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد الربی راگیان که سردن شاه حریم کردستانی و هودیدن بیال گل سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی سرکفتی بو و رفش نوچه یاداوی و شهر 2 سال بوری حریم کردستانی یدج تروریستن هاتیه نرخاندن و هروا قبول کردن میلیونان کوچبران هاتیه گوتو بیش کردن. اوی هروا گوت کردستان خودی هزک مزن یا عبوری رفشنبیری سیاسی و لشکری که حتی نها ایران و ترکیه نکارین سر حریم کردستانی به باندور و حاکم به اوجی بو سرخوبون کردستانی گرنگه. شیورمند شاه عربستان سعودی دیار کرد کردستان دکاره برجیواندی خواه با یک سرب خواه دابین بکه و هرچند گف و مترسین جالی ولات انجینار هبجی دکاره ویه که بکه و وک دوچه که بهست دکاره هبونا خواه بپاریزه. شاه سلمان عبدالعزیز پشتوانی خواه تمامی بو سرخوبون کردستانی بشکره را گیاندیه. وزیر دروی سوری دربار فدرالی کوریبریا خاصیت روجوای کردستانی و باکوری سوری پیکانی راگیان که افتکازیل سر یک ریزی گلی سوری و یک پرچه خاک سوری دکن. اوی وزیری داخیا کرن اف پشت راستن که دب کردان را بگیجن تگیشتنه که اوی پشتی بداوی بونا شهر دجی تروری. اوی داکفشه که توی گلی سوری و دنوان دا کردجی دجی پرچه کردنا سوری اینه. هر وها وزیر دروی سوری دیار کرد که وکی حکومت سوری تگوان نوی که ببه سدمو در کتن شهر نوخایی. دو پارتین کردستانی با کوری کردستانی رفرندوم گوهاتن یاسای بنگیین یا ترکیه بویکوت دکن اوش اندام و آلیگرین خود دخواست دکن که روز 16 نیسانی نچن سرسن دکن. کنفرانس که بیش دال استانبول پارتی سوسیالیستی کردستانی و پارتی آزادی کردستان تکازیل سر هلوست خواهی بویکوت کرن رفرندوم کرن اوش خلقی خواستند که بیشداری دگداینی دان نکن. دو کنفرانس دو سروکی گیشتی پاک مصطفی اوجدلیک و سروکی گیشتی پسکی مسعود تک بیر و راین پارتی خواهین هبش یند درباره رفرندوم ترکیه دا آنین زمان. سروکی پاک مصطفی اوجدلیک داخیا کرن که حتی نو دستور ترکیه دا هبون کردان ته انکار کرن. سروکی پارتی سوسیالیستی کردستان مسعود تک جی گوت که پشتی 16 نیسانی ترکیه وکبری نامینه. الگور راگیاندن HDP پارلمانتار HDP یا آگری و بردف با انجمن جنی و پارتی دیلان دشتمیر هات بنجف کردن. هات راگیاندن که پارلمانتار HDP دیلان دشتمیر خوش بو خبات رفرندوم چوبو موشه لور هاتی دست سر کردن. ته زانین که دشتمیر 20 آداری دا جبازی دی هات بو بنجف کردن. اول آگری پشتی کش 5 دوسیاین درباره وی دا هاتی وکردن هات بو بردان. پشتی هلوشینا کوبانین سویتا بری جاره یکم کردک پارلمانتوی ارمنستانی وکی پارلمانتار هات البجارتن. سروکی یکتی و کرد ارمنستانی کنیازی حمیدی فتی شپارتی دسلادار سیرج سارکیسیان بو اندامی پارلمانتوی ارمنستانی. السرانسر ارمنستانی دو دینستانی البجارتن گیشتی یا پارلمانتوی وی ولاتی بریواچو. پارتی دسلادار سیرج سارکیسیان سدی پینجی دنگل بجیران برگت و بو پارتی سرکی پارلمانتوی. الگوری انجام فرمی کنیازی حمیدی فتی البجارتن روجا دینستانی دا شپارت سیر سرکیسیان هات البجارتن اوت پارلمانتوی ارمنستانی دا جیگرد. بالبجارتن کنیازی حمید را جاره یکمینه که پشت الوشین و یکتی سوویت کردک تکبه پارلمانتوی ارمنستانی. لی اف 25 سالن کد کمره ارمنستان نودا کردک دبه پارلمانتار. کنیازی حمید هفته یک سالی سرانسر ارمنستانی کردکی بناو و دنگ و اف نتنید ناو جواک کردن ارمنستانی دا هر وقت ناو ارمنیان دا جمروکی هسکریه. مالبت حمیدی جوانی تاوی 4000 مالبتن کردان سردم سرالدان شیخ سعیدش باجاری وانی کوچی ارمنستانی کرنه. دنگ و بحثینجیانی هفته بوری باجاری سانکت پتربورگ و روسیای روزگاه که متروی تقینک پیکات و دنجامی دا 14 کسان جیان خوش دست دا و 5 یک کش جبرین دار بونه. پشتی تقینش بودمه که سانکت پتربورگ همو روزگاه متروی شاتون چوینه هاتن گرتن. سروکی روسیای ولادیمیر پوتین جی گوت که ویریشه که تروریستی بود. لسروی بویاری لیکولین تکرن لی نوی خاکش جوانه که کرگیزی که باجروانی روسیای بو هات دیار کرن که اف یریش تروریستی پیکانیه. 4 نیسانی دانسیبیل باجار ایدلیب و سوریه جبرگاز جعریب دهان جن و زاروکان جیان خوش دست دان تی گوتن جاره کدن دجی سیبیلون گاز سارین هاتیه بکارانین.
تورین جواکین سوریه و نایب دهون جن و زاروکین جبرگاز جاری کتنه بلاف کرن و دیار کرن که اف کس جبرگاز سوارین باجار ایدلیبی هات نکشتن. الگوری زانیارین دست پیکی داد یریش که بچکین کیمیایی داد و که 100 کس جان خوش دست دانه و 400 کسی زیده تر بریندار بونه. باجار ایدلیبی نه دست اپوزیسیون سوریه دایه و ارتش سوریه به پشگری روسی حولا کنترل کنه باجر داده. بدفکی کشکاب کریملی راگیان پشگری وانج بو بشر اسد نبیسینوره. پشتی یری شب چکین کیمی یا که ایدلی بلدجی سیویلان هات بو بکارانین شالی روسیه و داخیانی هات. بدفکی کشکاب کریملی دمیتری پیسکوفش آژانس نوچین یا اسوسییتد پرس راگیان. پشگری روسیه بو اسد نبیسینوره. دمیتری پیسکوف دیار کریه که روسیه سربیاره کل باجار خان شیخون یا سربیدی با سوریه قویمیه دخازالی پرسینه که بفرکریه. رویترز راگیاند که دادگاه بلند یا اسپانی دست دانیه سر 691 میلیون اورو و سامان سروک سوریه بشر اسد و مالبتاوی. هر وقت راگیاندن که درباره مالبت اسد دا لپرسینا گندلی هاتیه دست بکرن. هجای گوتنی ابریار دمی که دای کل باجاری خان شیخونی یا سر باجاری ایدلیبی ارتش سوریه گاز جاری یریش کریه و دنجامی دا هری کم 100 کس هات نکشتن و 400 کس جبرین دار بون. وزارت کارین در و یا سوری رد کرد که ارتش سوری یریش بچکن کیمی یا الباجارو که خان شیخون ایدلیبی پیکانی به او ایدیو کرد کاری خزن دایشی و النصر افچکن کیمی بکارانینه. گوتن خلق دوری و آلین دش برای سوری بالافرین حکومت سوری بی یریشی رابونه. وزیر در و سوری جوینه که روزنامه‌نگاری دا درباره یریش کیمی یا سرباجارو که خان شیخون ایدلیبی را گیاند. چپامنی بحث در یریش دیگه که ساعت 6 صبح پیکاتیه. لی یکم یریش آسمانی یا ارتش سوری ساعت نیوی 12 پیکات و امبارا که چکن کیمی یا انیو النصرای کریه آرمانج. وزیر در و سوری توانبار کردن دش حکومت سوری رد کرد و یریش نوبوری شرمزار کرد و را گیاند که چکن کیمیش ترکیه و عراق هاتن آنین اوش آلی ریخستن تروریست و هاتن بکارانین. سروکی آمریکای دونالد ترامپ سر کنکوژی بچکن کیمیا یا ایدلیبی برتک نشان دا و گوت افتشتن که قومین سوالین وان و نوین قبول کرن. ترامپ کنفرانسی دل سربیار کد ایدلیبی چکن کیمیا تو بکارانین گوت برپسیاریا من هیا کل دژی یریش کل سوریه بچکن کیمیا هات کرن اس دست بتفگری بکم تشتن که قومین سوالین من و نوین قبول کرن. دونالد ترامپ دیار کرد کل امبر اسد هلوستا وی گویری و گوت هلوستا من امبر سوری و اسد پرگویری اف بیار خطا سورجی در باز کرد و الگربن گلک خطان در باز کرد. وزیر درویه آمریکا یکستیل سانراگیان دا که رژیم اسد همبر یریش کیمی یا ایدلیبی برپسیار او دا کفشه دبی که واشنگتن دژی سوری هزا لشکری بکار بینه. پشتی یریش بچکین کیمی کل باجاری خان شیخون یا ایدلیبی هاتا کرن آمریکا کتیه تفگری و سرفش سوری رایدری پای بلندین آمریکی داخلین تون دادن. ریکستیل دست نشان دست بروج سوری دا ترول اسد دتنبه ام وساد فکرن کل سروی یریش برسی و پیویز بدن. دیلیسن داخیا کرن که واشنگتن درباره رفش سوریه در چند ولاتان را نوا پیوندی دایه. وزیر درویه آمریکای سرپشگری روسیه یا بو حکومت سوریه جی آخوی و گفت دوی روسیه سیاست خواهی درباره پشتوانی اسد دا وکره. هر وقت ترامپ سر همان مجاری پژمانک اندامین کنگره آمریکای را جی هفدیدن کردیه و سر بریارک بسا وان را آخویه لی پشتی یریش کردن آمریکای لسر بنگین ازمانی سوریه نرازی بون خانی شاندان و راگیاندن کد اوانا دژی وی هلوستا ترامپ بون. البروکسل کنفرانس کش با گودو بشکرنا کریزین سوریه بجداری نونر و شاندن نزدیک هفته ولاتان بریوچو. کاملا آلیکاری ین ناف دولتی ین هفته ولاتان برمانج آلیکاری کرنا گلی سوریه الباجاری بروکسل یه بلژیکا جبیان و بریاردان که حتی آستک دیار آلیکاری هم پیشکش بکن. نونری حکومت وری مکدستان جی دوی کنفرانسی آمده بکده دا رین جار سرکرنا کریز سوریه و جنوبا و کرنا وی ولاتی هات گوتو بشکرن. شاندن آمده بود کنفرانس بروکسل دا جبو ای سال سوزا کم کرنا 6 میلیارد دلاری وک هفکاری بو خلق سوریه دان. کمیساری آلیکاری نمروی یکتی اروپایی راگیاند که وان هلوسته که بهیس نشان دایه او دی همو پیورو آلیکاریا گلی سوریه بکن و بتانی نهیلن.
بدارین هجا او بو وشانا دنگ و باسنرتیه که شر چار پرچین کردستانی و کرد دیاسپوره هروا نوچه نونتوی جاره کردن هفتیاتی دی سال سروی ناو نشان امی راستی هبین امدکار و رببر برنامه دنگ و باسنو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتانی وشانانو بمینوت نو خیر و خوشیده